به نام خدا. گیج فشار ادوارد رو میخوایم با گیج خلای مرجع خودمون کالیبره کنیم. گیج فشار ادوارد گیجایی هستن که از منفی 875 میلی بار تازه شروع به خلا میکنن تا منفی 1 و سیستمی که دارن اینجوریه که خارج از فشار نسبی محیط، یعنی بدون دخالت فشار نسبی محیط، اون فشار خلا رو ایجاد میکنن، یعنی هیچ ارتباط مستقیمی با فشار نسبی محیط ندارن. من این خلا رو میخوام با پمپ خلای والون تست کنم. پمپی هستش که تا منفی 995 میلی بار خلا رو ایجاد میکنه. تست کنیم. همونجور که میبینید داره تا منفی 995 میلی بار میاد بدون اینکه فشار نسبی محیط روش تاثیر بذاره، چون زنجان خودش ارتفاع سطح دریا یه طوریه که ما از منفی 9 دیگه بیشتر 85 بیشتر نمیتونیم بیایم. ولی خب گیج ادوارد داره تا منفی 995 خلا میکنه، در حالی که گیج ما به اون عدد نمیرسه، چون از فشار نسبی تاثیر پذیری داره نسبت به فشار نسبی محیط.